اصلا در مناسبت فارغ‌العاده‌انه و درک کردن مسئولیت از طرف هر دو جانب معاملات، یعنی که در نظر داشته میشد فروشنده و خریدار نهان است. متاسفانه این روزها بعضا با اسعار خارجی مقرر کردن، گفتن، تبلیغ کردن نرخ مال و مواد، خدمات رسانی و همچنین واسطه پرداخت پیشنهاد کردن اسعار خارجی از جانب اشتراکیان هر دو خرید و فروش و خدمات رسانی جای دارد. باوجود که یا به اصطلاح گرچنده که این عمل برخلاف قانون است و مجازات سنگین نیز دارد اگر به این کار دست نهند. از آن جمله در این سند آمده است که با اسعار خارجی و واحد شرطی افاده و کردن آنها و همچنین واسطه معاملات و پرداخت نقدی استفاده کردن اسعار خارجی در داخل جمهوری منع است. از جانب شخصان واقعی و حقوقی رعایت کردن این طلبات حقوق ویرانکنی یک حقوق ویرانکنی مأموری و جنایی ثابت شده طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان با جوابگویی کشیده می شود. بسیاری کلینت‌ها میگفتند که دلار با کورس دلار حساب کنین و بگیرین. خب در حاضره همین خلبامیتی هست که درش سودا نداریم. همین پولی همین ملی خدا مانده حاضر ما محتاجیم، چون که همه صاحبکارا بیزنسمن ها مثال فعالیت کارشون فقط نسبت بانک کار میکنن، به بانک یگان تا اینا وای نیستن. خب اولین درجهش همین. دویمش که بعضی ها میگن حال اویلیک نیست، اویلیک شود. بسیاری کلینت ها میبرن قرض گرفته میبرن برای معرکهاشون، برای ویاشون. نسبتی داده گرفتی که ما بار میبیاریم، خب البته همون پول خارجی قطعی رفته بار میبیاریم، دلار قطعی فروش و تاجیکی قطعی نرخ‌گذاری دلار و که طلا اونسی جهانی دلار قطعی ماده سپاریده میشه. وقتی که سوداگر میزنی دلار تاجیکی کورس میتیم و اینجا والوتا هستن اختارش میکنن سامان میتیم. خب خلق هم دیداست که کورس بلند شداست همه چه قیمت. خب مثلا هستن کلینتایی که مثال میخوان که دلار تینا مثال همون دلار قطعی خرید کنن، خیلی التباس میکنن این حرکت میکنیم که مقصد که موقعی اصلا در علیش که نمیگیم طلب بانک ملی هر کشور چون مسئولی وابسته به قرب اسعار است، مسئول وابسته به خب انفلاسی هست، خب تورم و مسئول است که چاره‌ها اندیشه و چاره‌ها در چنین حالت‌ها باید چاره‌های قطعی هم باشند. یعنی این معنی دارد که تا اندازه برای سیستم بانکی و سیستم مالی ما به دست آوردن خب اسعار خارجی هست. چرا؟ زیرا که چون ما میدونیم که روبل روسی به قرب شد به مراتب و تا اندازه معنی دارد که انتقال مبلغ‌ها اگر کاهش هم نیابند اما از حساب آنی که خب روبل روسی به قرب شده است، این معنی دارد که مبلغ‌های انتقالی مهاجرت مهنتی تاجیکستان هم خب کم می‌شود. خب اگر 20% کم شود معنی اون داره که در بازار جمهوری تاجیکستان در بازار اسعاری کمی در کم تا 20% نارسایی اسعار خارجی به میان میاد که اساساً مناسبت‌های ما با دلار است و خرید و فروش ما اساساً با کشورهای خب صورت میگیرن. یک کشورهایی که موادهای خوراک، تجهیزات و تکنولوژی هست، این اساساً هست کشورهای به مانند چین و دیگر کشورهای خب هستند که غیر خب اتحادی دولتی مستقل هستند. معنی اون دارد که ما تمام مناسبت‌های خارجی ما، مناسبت‌های بازاری خارجی ما با دلار صورت میگیرد و دیگر معلومات اون هست که خب در سال 2014 قریب 3 مراتب واردات نسبت به صادرات زیاد است. یعنی این معنی دارد که برای جمهوری تاجیکستان هر قدر بیشتر و زیادتر اسعار خارجی لازم است تا اینکه تا اندازه قربی ملی ما نگاه داشته شود. زیرا که وقتی که طلبات به اسعار خارجی و اساساً به دلار زیاد می شود،
пешниҳодот онро қонеъ карда наметавонад, курби сомонӣ асъори миллии Тоҷикистон метавонад ба монанди рубли русӣ ба маротиб поён равад.